میشه. ما امروز میخوایم راجع به عادتهای غذاییمون در ماه مبارک رمضان صحبت کنیم. ماه مبارک در پیشه و خیلی نزدیک و دیگه الان کم کم باید عادتهای غذاییمون رو با توجه به اطلاعاتی که حالا کارشناسای محترم تقسیم سایه دکتر در اختیار ما قرار میدن یه ذره عوض کنیم. خیلی سنت های حالا صبحانه اونجا میشه سحری که بارها بارها بهش تاکید شده یا حذف میشه. ما سنت های بدی رو شاید مثلا بعضا توی غذا خوردنمون توی سحری به کار ببریم یا حتی توی افطاری. مثلا میگن زولبیا خوردن اصلا خوب نیست در ماه مبارک رمضان یا مثلا بامیه. درست و غلطش رو دکتر اینجا اصلا تایید میکنه. سلام صبح بخیر از میکنم با خدمت نام آیات خدا. سلام از خدمت بینندگان گرانقدر، عرض ادب دارم خدمت شما و تبریک میگم که امتحانت خیلی خوب شده. انشالله امتحان الهیت هم به این خوبی هفته باشه. قبل من نبودم آقای دکتر دارن میگن که بله من با اجازهتون سر جلسه امتحان بودم. عرض کنم حضورتون ببین حیف واقعا ما این ماه درمانو با لذت جویی و ذائقه نوازی حرام بکنیم. یعنی همطور که ما در بیماری ها اول سعی میکنیم که اصلا بیمار نشیم، یعنی به مسئله پیشگیری اول پیشگیری بهتر از درمان. پیشگیری بهتر از درمانه و اون کارهایی که ما میتونیم بکنیم با بهبود تغذیه، با واکسیناسیون و با هر کاری که میتونیم سعی میکنیم بیماری ایجاد نشه. وقتی که بیماری ایجاد شد باید درمان بشه. میخوام یه ذره حالا مثلا کاربردی تر صحبت کنیم. یعنی مثلا سر صبح قاعدتا گفتم صبحانه شما بارها بارها بهش تاکید کردین. قاعدتا توی ماه مبارک رمضان ما چیزی به اسم صبحانه نداریم، ولی سحری داریم که از نظر کمیت و کیفیت و اثرگذاریش واقعا جزو وعده‌های ضروری ماه مبارک رمضانه. مثلا اینکه صبح سحر بلند میشیم یه عالمه آب میخوریم، اینا مثلا تاکید میشه تو خودمون میگیم اینا درسته. ببینید باید ما به این مسئله دوباره پافشاری بکنم که اصل طلایی حفظ صحت و عافیت تعادل و تنوع تناسبه. یعنی در ماه مبارک رمضان با وجودی که تغییراتی از نظر درمانی آغاز شده ولی تعادل و تناسب و تنوع غذاها باید به شدت رعایت بشه. تنوع، تعادل و تناسب. ببین تناسب اونی که هر کسی به اندازه نیازش میتونه استفاده بکنه و هیچ وقت فکر نکنه که با زیاد خوردن، با چرب کردن غذاش یا با استفاده از گوشت فراوان میتونه نیش گرسنگی را کمتر احساس بکنه. درست برعکس عمل میکنه. یعنی ماه مبارک رمضان ماه امساکه. همونطوری که ما پیشگیری ها را بهش توجه نمی کنیم بیمار میشیم، خداوند عالم هم به ما فرموده که امساک بکنید، ببینین چی میخورین، به غذاتون نظر بندازین و در مواردی که سیر هستی میخورین مکروه، مستحبه که شما نیم سیر از سفره برخیزید. 11 ماه به اختیار خودمونه که هیچ وقت بهش عمل نمی کنیم. این یک ماه دستور الهی که ما باید درمان بشیم تا اون زیاد روی هایی که کردیم و لذت جویی هایی که برای خودمون تحمیل بودیم با یک لذت آنی حسرت دائمی برای بعضی‌ها ایجاد شده، اون میخواد جلوش بگیره. یه انضباطی میطلبه دیگه. اصلا انضباطی که در ماه مبارک هستش یکی از بهترین رژیم های دنیا هستش از نظر تراوت جسم و روح. درسته. بعد آقای دکتر حالا مصداقی بخوایم صحبت کنیم، همون بحث تعادل رو شما مطرح کردین و تناسب. این عادات غذاییمون در سحر عادات غذایی رو من خدمت عرض کنم که یکی از به اصطلاح عادات بد عدم تناسب استفاده از قند و چربی هستش که در ماه مبارک رخ میده. درست. و آمارها نشون میده که مقدار زولبیا، بامیه، حلویاتی که در ماه مبارک مصرف میشه خیلی بیشتر از 11 ماه گذشته هستش. مخصوصا زولبیا بامیه واقعا فکر نمی‌کنم تو 11 ماه باقی سال اصلا استفاده و بعد از دو بود مسئله قابل به اصطلاح بررسیه. یکی خود اینا که سرشار هستش قندهای تصفیه شده، چربی‌هایی که در حالت جوشه و در اینها ترکیبات ترانسی که دشمن قلب و عروقی ایجاد شده، تازه اگر ماتریال اولیه‌اش درست باشه، مواد اولیه و جاهایی که بر مبنای استانداردهای به اصطلاح تاکید شده اینها را تهیه میکنن، تا چه رسد در جایی که از روغنهای مانده و فاسد و چند بار جوشیده استفاده بکنن. مثلا
زوبی بامیه هایی که رنگ قهوه‌ای دارن، این نشون میده که روغنش خیلی جوشیده و حرارت خیلی زیادی باعث شده که ترکیبات، به شیرینیش نگاه نکنید، این کامتون شیرین بعداً اوقاتتون رو تلخ کنه. خب طبیعتاً مصرف چنین ماده غذایی میتونه کلسترول بد بالا ببره، میتونه کلسترول بد باعث بشه که مسیر رگ‌ها پلاک های زیادی ایجاد بشه در ماه مبارک، بعداً فشار خون زیاد، کلسترول بد زیاد، نتیجه استفاده بی حساب از زولبیه، بامیه، گوش فیل و نمیدونم حلوا و شکلاش هم هی بیشتر و بیشتر میشه. بله، و این اشتباه بزرگه. ما وقتی که میتونیم با خرمایی که سرشار از نعمت و برکته، اون میل به شیرینی را در خودمون ارضا بکنیم و کمبود قند رو که تحت تاثیر چندین ساعت عدم استفاده از منابع غذایی ما قند، حتی ذخیره قندمون هم به صورت گلوکوژن به مصرف رسیده، ما میتونیم از خرما در تمام فصول و در این فصل از انگورهایی که ما داریم، باور کنید از نظر طعم، مزه و نوعش در دنیا بی‌نظیره. خب آقای دکتر، پس شما اول از همه تاکید کردین که سحری رو تحت شرایطی بیننده‌های محترم ما شهروندان حذف نکنن، جدی بگیرن، ولی با تعادل و تناسب. ببین، حذف سحری یعنی افت فشار خون، افت توان کاری، تحریک پذیری، بوی بد دهن، بی‌حسی. آقا این عبادت نشد که شما تا خرخره بخوریم و تا افطار بخوابیم. ماه مبارک رمضان ماه تحرکی باشه، بیداری باشه، تحرک باشه، ماه مهرورزی، دلجویی، به اصطلاح انفاق. و بعدش هم اون یکی از کارهای بدی که به ذنب من متخصص تغذیه اینه که این به اصطلاح خرجی‌هایی که میدن یا مهمونی‌هایی که میدن واقعا افراط کامل در انواع مواد غذایی بیماریزا هستش، غیر قابل تحمله. پس خب آقای دکتر، حالا به این واقعا عادات بد فرهنگیمون هم باید یه جوری اشاره کنیم. حالا خیلی ها فکر کنم با شما هم عقیده باشن توی این قضیه، ولی از سحری حالا میخوام برسم به افطاری. اگه سحری بگیم که خیلی مهمه، ولی سحری جای انباشتن معده نیستش. حالا بررسی ها و تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده که در سحری اگر ما از منابع غذایی استفاده بکنیم که دارای فیبرهای محلول و نامحلول هستن، یعنی به جای نان به اصطلاح بدون سبوس شیرمال شیرین بیایم از سنگک‌های قدیمی که رنگ خود تیره‌تری داشتن یا از نان‌هایی که مخلوطی از جو و گندم تهیه شده استفاده بکنیم. پلو چای دکتر بعضن دیده میشه توی سنت‌های ما، از خیلی مثلا پلو خورش می‌خورن. البته اگه آمار نشون میده، بررسی نشون میده اگر ما به جای پلو خورش بیایم حلیم‌های خانگی درست کنیم، از تلفیق غلات و حبوبات غذاهای درست کنیم با سبزیجات، مخصوصا تاکید بر اینه که در سفره سحری حتما سالاد فصل که تلفیق از سبزیجات تازه و یا اونهایی که سبزیجات رو تحمل نمی‌کنن، سبزیجات پخته را با روغن زیتون اصل، یه قاشق غذاخوری، آب لیموی تازه و غنی‌سازی این با 2 قاشق حبوبات پخته، یه قاشق کنجد یه خود کوبیده شده، 4 پره گردو، اینها میتونه هم نیاز بدن رو به ریز مغذی هایی که مثل ویتامین ها و مینرال ها پوشش بده و هم اون فیبری که در اینها هستش با نوشیدن آب، چای زیاد، قهوه زیاد به علت کافئین و تئینی که داره ادرارآور ذخیره آب بدن و زود یعنی بهتر از اینه که هی بشینیم آب بخوریم بعد مثلا محل نوشیدن آب بعد از شام تا خواب. خیلی نکته مهمی بود. خیلی اشتباه فکر میکنن که مثلا باید سحری بلند شیم یا عالمه آب بخوریم. آقای دکتر میگن نه، میگن که بهترین موقع نوشیدن آب افطار، یعنی شب تا سحر. ببین افطار باید بنوشیم، منتها مسئله نوشیدن افطار به اصطلاح نباید از آبهای خیلی خنک یا از چایهای خیلی داغ استفاده کنیم، چرا که هیچ کدوم اینا اون آتشی که به علت کاهش مایعات بدن ایجاد شده برطرف نمی‌کنن، بلکه ما را مرتب به طرف آب یخ یا به طرف چایی هدایت می‌کنن. و بهترین به اصطلاح افطار هم اینه که ما بیایم با
انگشت می‌ذاریم به نمک اونو اومدم بچشید. بگم توی سنت‌های ما هست مثلا نمک و آب جوش و اینها مثلا بعضی بله دیده شده ببینید دیگه. شما ماشینتون رو در زمستون میذارید در جا کار کنه تا موتور گرم شه صدمه به اصطلاح. نبینه، گرم میشه. در تابستون چون هوا گرمه اول آب و روغنش رو کنترل میکنید، چرا که اگر آب نداشته باشه، اگر روغن نداشته باشه، بی‌محابا شما حرکت بکنید ممکنه گریپاژ بکنه و موتور بسوزه. دقیقاً. موتور بدن ما که خیلی ارزشمندتر از اونه و دستگاه گوارشی که یکی از خادمترین دستگاه هاست و هر چی که ما نیرو لازم داریم برای ما در کار میذاره، هر چی مواد سازنده و دفاعی از طریق دستگاه گوارش دریافت میکنیم. شما 16 ساعت 18 ساعتی چی نمی‌خوریم، بعد بی‌محابا اونو انباشته از شور و شیرین و ترش و گرم و سرد میکنید. خب این تمام سیستم رو دچار آزار میکنه. از این جهت باید افطار رو خیلی سبک با نمک ما به اصطلاح اون میشکنیم و یا با آب جوشی خورده میخوریم. استارتی هستش که موتور را بیفته، آنزیم های هضمی ترشح بشه و بعد بهترین چیزی که ما را از بلع خوردن میتونه باز بداره استفاده از یک لیوان شیر کم چربی با خرماست. یا با میتونن به اصطلاح ولرم باشه یا میتونن بجوشونن بذارن تا افطار تو یخچال سرد بشه و خیلی لذت بخشه. یا گاهی دوست دارم با فرنی غنی شده با خلال بادام یا بادام پوست کنده و آسیاب شده که به تدریج این قند یواشاش بیاد بالا، اون کنترل عصبی ما روی اشتهامون بشه اعمال بشه، چون مغز مدتی بهش گلوکوز نرسیده و چون فرمانده کل بدنه و میخواد انرژی لازم جهت هدایت این دستگاه های عظیمی. ببین هیچ کشوری، چین چقدر جمعیت داره؟ بگیم 2 میلیارد. جمعیت کشور وجود شما 100 تریلیونه، یعنی 100 میلیارد سلول. اینا رو اداره کردن واقعا یک فرماندهی دقیق و یک برنامه‌ریزی عجیب میخواد که همه اینها رو ما میتونیم از طریق تغذیه در اختیار این مغز که 1100 گرم بیشتر ممکنه وزنش نباشه ولی 1000 میلیاردها کار را به عهده گرفته تا رسد آدم به جایی که به جز خدا نبینه. آقای دکتر اشاره کردن که خوردن زولبیا بامیه در ماه مبارک رمضان اونقدر که ما طرفدارشیم چیز خوبی نیست و یه ذره بخوریم بدن خیلی قویه، میتونه خودش رو تطبیق بده، ولی وقتی فراتر از ظرفیت شما انباشته میکنید، چون ببینید این قندی که در این هستش میره پانکراس و وادار به ترشح مقدار زیاد انسولین میکنه، چون قند هم افتش خطرناکه هم افزایشش. از این جهت مغز سعی میکنه در یه حدی نگه داره که صدمه بهش نرسه ولی انرژی خیلی به اصطلاح راحتی را در اختیار داشته باشه که بتونه فعالیت خودش رو ادامه بده. آقای دکتر چون ما اولش مثلا 3 دقیقه و نیم بیشتر زمان نداریم، میخواستم که نحوه مصرف آب هم بگین، خیلی واسهشون شاید سوال باشه توی ایام ماه مبارک رمضان. ببین تامین آب مخصوصا در تابستون به خصوص در جوانها و پیرها خیلی اهمیت داره. در افطاری اگر به آرامی ما خودمون رو وادار بکنیم که به دستگاه گوارشمون به تدریج به کار بیفته، دیگه اون آتش عجیبی که ما پیدا میکنیم هی وسط غذا آب میخوریم، مخصوصا نوشابه هم سم قتاله. وقتی که شما این همه زحمت کشیدین درمان رو شروع کردین، آخر سری بخواید در قبال این نوشدارو سم بخورید. میگن سم چه انقدر مثلا چقدر زیاد فرقی نداره، همینه دیگه. بله. بس آب و ما بعد از اینکه شام خوردیم و فاصله شام و شام هم باید سبک باشه. چرا؟ افرادی که افطار رو یه دستون ستون میکنن به جای غذا خوردن بارگیری میکنن، بعد از افطار اینقدر خسته و کوفته هستن که بغل سفره دراز به دراز بیحال میفتن. این درست نیستش. ما باید افطار رو آروم شروع کنیم با موادی که حاوی قندهای سریع الجذب دارن، مثل شیر و خرما و شیر و عسل، یا اگر به شیر حساسیت دارم آب میوه های خانگی رقیق شده با آب هم خیلی خوبه، یا سوپ های سبک سبزیجات یا سوپ های رقیقی که از
آب مرغ چربی گرفته، از آب گوشت چربی گرفته شده، یا اصلا بیاییم به سنگک تازه و سبزیجات زمردین و پنیر لیقوان و گردوی لواسان اکتفا بکنیم. یه ربع نیم ساعت بعد شام رو شروع کنیم، شام سبک. بعد از اون احساس میکنیم که ما وظیفه داریم اون حرکاتمون که در روز کم شده به فعالیت‌های بدنی می‌پردازیم. چه بهتر به دیدن بزرگان بریم، صله ارحام بکنیم، حرکت بکنیم و چه احساس تشنگی داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید تا وقتی که میخوابیم آب بنوشیم. آب خالص تمیز، بدون شکر و بدون آب خالص بدون آب واقعا آب مایه خاصی. حیاته، چرا که 60% بدن ما را تشکیل داده و مضافاً به اینکه خیلی از پله انفعالات غذا رسونی و سمزدایی را آب به عهده داره. سپاسگزاریم از آقای دکتر مظهری عزیز، مثل همیشه نکات بسیار خوبی رو به ما گوشزد کردن. امیدوارم که فراموش نکنیم. فقط من واسه اینکه یه مروری بکنم، گفتین شما فرمودین در واقع سحری رو تحت شرایطی هضم نکنیم، یعنی ذهنمون باشه شام از افطار جدا کنیم، زول بیابانی هم زیاد مصرف نکنیم. اصلا مواد قندی را هرچی کمتر مصرف بکنیم عمر ما طولانی تر خواهد. خب نکته دیگه خاصی نیست که بگید. فقط من آرزو میکنم این فرصت رو غنیمت بشمارن، واقعا اگه درست انجام بدن بعد از به پایان آمدن ماه مبارک جوانگرایی خودشون رو احساس خواهند کرد. درست. سپاسگزارم از شما دکتر.